شروع ویدیو. ترجیح میدی یه سگ بزرگ نگهداری یا یه کاکتوس دستات بگیری؟ یک دو سگ. بذار ببینیم یک دو. این سگ منظورش چیه؟ Hold a big dog دودو in your hand. منظورش بگم دودول سگ مثلا نمیدونم همچین چیزی شاید باشه. آره دیگه، چون با کاکتوس داره مقایسه. آره من کاکتوس، چون نه انگلیسیش نه فارسیش یکی نبود. کاکتوس. آجی ببین اونو میشورم دستمو تاش، ولی تا بخوام تیغا در بیارم آجی شرافت تو بخوای تیغا کیمونم بالا است. 60% احمق، نه 70% نی. خب یک ماه دوش نگیری یا اینترنت یک ماه قطع باشه، یا یه ماه دوش نمیگیرن ناموسا. من خیلی وسواسی ام ولی اصلا یه ماه نه خودمو حبس میکنم اصلا. حاجی من کارم سوشاله، پدر بزرگن حاجی 70%شون. آره بله پشت. برو بریم. برای همیشه از خماری در امان باشی تو که اصلا. خب خماری یعنی چی؟ خب هیچ وقت نریدن تو پزشک. حاجی من همیشه میخوام خماری دارم، همیشه نسخ حس میکنم. یه مش بدبخت، یه مش بدبخت، یه مش بدبخت سالم تا سن 80 فقیر باشی یا تا 40 سالگی ثروتمند؟ تا 40 سالگی ثروتمند. حاجی کدوم خری حاجی میخواد؟ حاجی من شاید 80 یه روز مردم. آره دیگه، از کجا معلوم؟ اصلا تو بگو فیکس سر 80 پولدار شدی تا 200 سال بعدم عمر کردی، میخوای چیکار کنی؟ خب نه 80 سال 200 سال خیلی بیشتر از 80 ساله. خب اون اومدیم تو 40 سالگی زنده بودی ولی دیگه زندگی فقیر بودی 200 سالگیش. تو کجا؟ نه دیگه نه دیگه تو اونو میگی. خب تو تا 80 فقیری. خب 80 یه تعداد سالیه که قاعدتا آدم میتونه ببینه، حداقل اکثر ببین یا بمیره. ببینه. خب نه چرا؟ ولی 200 سال بعد 40 بالاییه داشت. 80 بالاست. 80 آجی ملت 75 میمیرن، 80 میمیرن آجی. خب میگم یه مقدار بالایی از 80 تو قطعا میبینی. آجی من ببین من 40 یه روز رأیمو میزنم. آخراتم بالایی. آره. یه مش دانیال آجی ریختم. دانیال زنگ زد. خب همین الان بریکاپ کنی جداشی از چیز پارتنرت، همین الان ازدواج کنی با پارتنرت. همین الان ازدواج کنی. بدبخت حاجی مساویه خدایی. دستشون به گوش نمیرسه میگم پیف پیف. داداش والا قصابی بزنم. برات یه قصابی بزنم. مرض قصابی با گوشت گندیده فایده نداره که. نه بابا گراز شمالی آرتور دیگه. حاجی یه ویدیوی آشغالی و سمیه حاجی. اینجا حرف بزن. هرگز مجبور نباشی کار کنی حاجی. اصلا میخواد که نخونیم؟ نه بخون ببین چه چیزی در. هرگز مجبور نخواهید بود بدون احساس خستگی یا تحمل عوارض منفی بخوابید. خوششه سیکتیر رو کار نکنم دیگه قاعدتا. اوه چی؟ حاجی نه میخواد این فارس انگلیسی چی بوده حاجی؟ این فارسی شاید بگم بده. ببین never have to work again دیگه کار نکنین. never have to sleep again without feeling tired or negative side effect. میگه هیچ وقت بدون ساید افکت منفی، بدون حال بد نخوابی دیگه. یعنی هیچ وقت بدون حال بد نخوابی. من تو کل زندگی همیشه حال خوب بخوابی. تو میری تو تخت حالت خوبه. همین بودم. بد بودم. خب شاید اینو بخوای تو. نه با این که همیشه بد بودم باز خوبه. عادت کردی حاجی. ولی کارم نمیشه نکرد که. آدم باید یه کاری بکنه. هیچ کاری نکنی. مثلا یوتیوب کار نیست مثلا چه جوریه؟ مسخره بازی نکنی مثلا هر روز مسخره بازی کنی. نه مسخره بازی یعنی چی؟ اینقدر مسخره بازی میشه کارمون. میشه کارمون. نه چیزی که به پول یا هیچ روتین مشخصی داشت طرف دلقک میشه حاجی. مسخره باز دلقکش پول در میاره. نه هیچ روتین مشخصی نداشته باشه. من با تو کار نمیکنم. نه همچنان هیچ روتین مشخصی. خب 56 ساعت تو آسانسور بمونی، تنها بازمانده از یک گروه 40 نفره از گروگان‌ها باشی. چیز بی ربط و چرت و پرت حاجی.
من میگم این میگم 40 نفر چی کشیدن حاجی اگه مثلا همشون داف باشن من میرم آسانسور، چون نمیخوام یه مش داف بمیرن. ولی اگه همشون مثلا از آریا باشن، رفیقان باشن، اگه همشون از آریا باشن حاجی میرم اونجا تنها بازنده میشم که بین این پخما بگم من همشون بهترم زنده موندم. چه ذهنه آدم احمق که بگم حاجی حاضرم مرده همتون من بهترم. آره تو بهتری مشخصه. خب اینو که لبخند استیکری من 56 ساعت تنهایی تو آسانسور. کی تو تنهایی؟ شاید با سیاپوس دولگلوف گیر افتادیم. شاید با کی گیر افتادی؟ راستی نمیگه تنهایی یا نه 56 ساعت میشه چند وقت؟ بیشتر از 3 روز. نه بیشتر از 2 روز. هیچ راه دیگه هم نداری. اون 40 نفر قرار بمیرن. تو حاجی تو اصلا لای 40 نفر دانیال میمیره راحتی دیگه تا ابد راحتی. کرسی شعر نگو، من همون 56 ساعت من دانیال میمیره. زندگی کن و فقط فکر کن، فقط فکر کن خب برای ایدهات بمیر. یعنی یه مثلا اختراع کردی پاش با چیزی مردی. زندگی کن و به فکر میگه فقط فکر کن، هیچ کار خاصی نکن، مثلا ایدهاتو عملی نکن. برای ایدهام میمیرم بابا. منم همینطور من خیلی آدم کله شقیام. یه مش احمق نرد تایرد خسته بدبختای گوسفند بعد بریزیشون توی به بهترین کاکائوی دنیا همیشه داشته باشی تا ابد بی نهایت ازش. خب روزانه از شکلات لذت ببری اما هرگز کاکائو رو به شکل دیگه تجربه نکنی. روزانه از شکلات لذت ببری. خب شکلات با کاکائو فرق داره. من میگه بهترین کاکائوی دنیا نیستم، من شکلات فنم. ببین من برای کاکائو میمیرم. کاکائو نه شکلات. شکلات آره چون قطعاً چون استقلالیه میزنیم آبی. من استقلالی هم غلط کردیم. بیا استقلالی احمد کاکائو فن. خب از همه متنفر باشی بجز فامیلیت. خب همه دوستت دارن بجز فامیلیت. همه برن به درک تو هم خفه شو. 80% آدم احمق. نظرت چی بود اصلا؟ ازتون نپرسیدم. نه خیلی اهمیت بود ندادم. ولش کن برو بگو. ببین پدر و مادر بچه این میخواد اون یکی رو بگه داره بهونه میاره. من متنفر باشم بجز پدر و مادر همه دوستت دارن اما پدر و مادرت از تو متنفرن. من دوست نخوندم مثلا اصلا شاید اینجا بقیه دوستم دارن کجا میدونی؟ ولی تو ازشون متنفری. من به جهنم من همین اصلا متنفرم میگم اوکی ام باهاتون. نه اینجوری نه بازم یه سری هستن ازشون متنفر نیستی قطعا، ولی ببین اینجوری هیچ کس رو نداری جز پدر و مادر. اون پدر و مادر 20 شاری نمیخوان ریخت نحس تو رو ببینن، یهو میخوان بکشنت اینور ازت متنفرن حاجی. خب این که تو همه متنفر باشی و باعث میشه این که تو از همه متنفر باشی و باعث میشه 50 نفر بخوان تو رو بکشن. یعنی اینجا 2 تا اونجا 50 تا. خب من کاری نمیکنم بقیه بفهمن. منم اون برای انتخاب میکنم. اوکی بریم. چرا اینو بستنش برو بعدی. خب همیشه چشات تار ببینه یا همیشه همه چی بلک اند وایت سیاه ببینی؟ سیاه سفید ببین. منم حاجی سیاه سفید، چون نه انتخابمو نگفتم، می‌خواستم من توجه کنی به موضوع. من اسپایدرمن نویر دوست دارم. نه ببین تار میبینی، حتی میتونی چیزای بدم چون ببین چه خوبه. منظور این قرمزه هم پون ژاپنیه؟ اونا هم تار میبینن؟ نه اونا همش این انتخاب میکنن؟ نه خب نه ببین سیاه و سفید ببینی خب چیزای بدم بد میبینی، ولی چیزای خوب وقتی تار ببینی چیزای خوب میبینی، چیزای چرت و پرت. میخوای نزنی اصلا اینو نزنی. نه سیاه سفید قطعا ببینی دیگه. آره دیگه بچه‌ها یه سری وقتا 27% ژاپنی بودن. به جرم قتل most wanted باشی، چی فارسیشو بخون من، تحت تعقیب باشی و متواری باشی
یا هوملس باشی و فقط شورت ورزشی بپوشی. به جرم قتل بدخواه هیتر. خب آره حاجی منم میخوام برم. حواستون رو جمع کنید وقتی دارید کامنت یه مش منفی میذارید. یه مش آریا کوکسری یه مش مسوانتد دیدی؟ یه مش بدبخت ترسو. آره به کسی بگویید که نوزاد جدید زشت است. اوه حاجی کار خودمه، کارای داغون. به کسی بگویید که همسرش زشته. ببین بچه درد داره به کسی بگی. نه از وجود آدمه. نه بچه میتونه بزرگ بشه خوب بشه. نه بچه حاجی نوزاد ذوق یک پدر و مادره حاجی واقعا. حاجی فکر کن تو حاجی 90% پدر مادرها نوزادشون زشته. اصلا کلا واقعا داف بودم. اصلا برف بودم حاجی. منم تعریف خودم. ولی اکثر انسان ها توی نوزاد بودن زشتن آقا. خیلی منطقی. نه اینکه بیاد داش خیلی زن زشته. حاجی زنت سلیقت بچه سلیقه شاید نباشه ترکیب تو اون پرت بشه اصلا. نه مثلا قرمه سبزی خوبه، پاستا هم خوبه، با هم دیگه بدن. آدم روی همسر یه حساسیتی داره که منم حاجی نوزادو میزنم چون آدم ویرد یه امت بیشعوری میبره.